روایت یک تابلو. همه چیز از یک صبح ساده شروع میشه. نوری که از کنار ظرف نیمرو میتابه و اولین نقطه تمرکز قاب رو میسازه. مایتابه نقش مرکز ترکیب بندی رو داره. یک دایره واضح که مثل خورشید نگاه بیننده رو ثابت نگه میداره و جریان تصویر رو هدایت میکنه. نیمرو با تضاد زرد و سفیدش عنصر حرارت و انرژی قابه. رنگ گرم زرده حس تازگی و اشتها رو فعال میکنه و سفید نرم تصویر رو آروم میکنه. در کنار اون سبزی قرار گرفته. سبز همیشه پیام حیاته. این تضاد بین حرارت مایتابه و تازگی سبزی بالانس رنگ قاب رو کامل میکنه. این ترکیب رنگ ها یک نکته مهم برای طراحی تابلو داره. زیبایی همیشه از شلوغی نمیاد. گاهی یک چیدمان خیلی ساده موثرترین پیام رو منتقل میکنه. قاشق و چنگال با قرارگیری آروم و طبیعی تعادل بصری ایجاد کردن. این تعادل چشم رو از آشفتگی دور نگه میداره و پیام اصلی صبحانه رو واضح میکنه. کلاه سفید آشپز در پس زمینه یک عنصر هویتی است. با همین نشانه کوچیک مخاطب میفهمه این صحنه فقط غذا نیست، خلق یک تجربه است. در این قاب هیچ عنصر اضافه‌ای وجود نداره. خطها، بافت‌ها، نور و رنگ‌ها همگی هدف مشخص دارن. ساختن حس صبحی گرم و واقعی. از نگاه یک تابلوساز حرفه‌ای ارزش این تابلو در سادگی کنترل شده اونه. یعنی استفاده از عناصر کم برای رسوندن مفهومی جهانی. و همینجا درس اصلی مطرح میشه. اگه بتونی حس صبح رو در تصویر زنده کنی، فقط تابلو نساختی، تجربه ساختی. اگر به دنیای تابلو سازی علاقه داری، ما رو حتما فالو کن.